یوتیوب حالتون چطوره؟ امروز دوشنبه 13 مرداد ماه 1404 ساعت 14:59 ساعت 15 شد. برق نداریم با اجازهتون. الان اینو ضبطش میکنم و با اینترنت همراه هست، ولی بعد که برق بیاد با فیبر نوری راحت آپلودش میکنم انشالله. خب ببینیم چه کرده. ویدیوی قبلی اگر درست یادم باشه گفتم آقا این بیاد بالای این ما همینجا خارج میشیم، در صورتی که الگو میگه باید بالای F2 بیاد. این نقاشی رو هم کشیده بودم گذاشته بودم، این F1 F2 و F3 و تو تایم پایینتر اینجا 1 2 3 مشخص کردم واسش. و خب یه پوزیشن اینجا استاپ خورده بودم، یه پوزیشن اینجا داشتیم با یه دونم اینجا روی این 86% باز شده، یعنی دو تا پوزیشن در کل، یه دونه استاپ، یه دونه ریوارد 4، یه دونه ریوارد 2.5 که در کل ریوارد 6.5 شد. همینجا ما گفتیم خارج میشیم، نمیخواستیم تا بالای F2 هستن. حالا الان چه میشه کرد؟ الان چی کار باید کرد؟ الان باید الگو رو دید، ببینیم که در این قسمت بازار چه کار کرده، چه جوری رفته بالا. بذار ببینیم تایم پایینتر این الگوی مهمه، اول کار چه جوری میسازه. این که هوکش، این که هیچ، اینم هوکش، اینم هیچ. اینجا ما یه 1 و 2 داریم، میبینی؟ اینجا یه 1 و 2 داریم. من نمیدونم الان اینو بگیرم F1، اینو بگیرم F2، اینو بگیرم F3، نمیدونم واقعا. به هر حال ما این 1 و 2 رو اینجا داریم، 1 2، و به نظرم بیاد زیرش رو بزنه. در تایم پایین تر اگر نگاه بکنید، اجازه بدید من اینو حذف بکنم، این میشه اینجوری میشه 1 1 2 2 3 3. این یه همچین توالی ساخته و رفته بالا، پس میشه 1 2 3. یه همچین حالتی هم میشه نگاه کرد بهش. بازار داینامیکه، به قول استاد میگه بازار داینامیکه و شما هم باید همینجوری باهاش پیش بری. الان کجای کاریم؟ الان در حالت عادی من اینجا لانگ نمیگیرم، ولی رو 86 این الگوه ایم اینجا. بعد یه دونه هوک زده، همین الان دارم میبینم یه دونه هوک زده. به نظرم بره این بالاها رو، این یکای بازی که گذاشته رو بره ببنده. اگر بخواد بریزه از 86 این بریزه، از اینجا بریزه زیر این. اگر میخواد بیاد نمیدونم واقعا، انتظار دارم واقعیتش یه پایین دیگه بزنه و من این پایینا لانگ بگیرم، ولی اینجا لانگ نمیگیرم مگر اینکه بخوام دیگه خیلی اسکلپی وارد شم. حالا اینجایی که هست وارد نمیشم، ولی اگر بخوام اینجا وارد شم استاپمو میذارم این زیر. تارگتم هم همینجا که هست خوبه، یه ریوارد 2 شاید بگیرم، ولی اینجا وارد نمیشم. من حداقل صبر میکنم یکم پایین تر بیاد، یعنی تا حداقل اینجا رو صبر میکنم بیاد، بعد تصمیم میگیرم واسه خودم. خب اینم که 1 و 2 رو 3 کرده و خب داره میریزه. به نظرم بیشتر بریزه، حالا نمیدونم، باید دید، چون اینجا هم یه دونه 1 و 2 داره. این خودش میشه F1، این میشه F2، این میشه F3. بعدش هم اینجا اندی و هوک منفی زده. بریم تایم پایین تر رو نگاه بکنیم. این خودش حالا F2 نداریم، ولی خب در کل یا الگویی داره که ریخته. من نظرم اینه این میاد 1 و 2 و 3 میزنه، دوباره میریزه پایین. نظر من اینه. احتمال اینکه اشتباه باشه هست. دوشنبه هم هست، ولوم آنچنانی نداره، اخبارم چک نکردم داریم یا نه که بگیم اینو بوستش کنه رو به بالا. ولی خب من اینجا لانگ نمیگیرم، چیزی که مسلمه. صبر میکنم، اگر ریخت
اونجا تصمیم میگیرم لانگ بگیرم یا نه. 86 هم اینجا بندازیم واسه خودمون. حالا ما که تا اینجا اومدیم اینم پاک کنیم، اینا هم پاک کنیم. خب این از این. در کل حالا من شاید الگو رو اشتباه دارم میکشم اینجا، ولی اگر الگو دیدید توی این F1 F2 F3 دیدید بدونید که باید بیاد پایین. حالا توی 5 دقیقه شاید بشه اینجوری دیدش. مثلا F1 یه F2 همینجوری الگوی زورکی ازش بکشیم بیرون. 1 2 3 نداریم این بالا. و اگر اینجا 1 2 3 داشتیم، 1 و 2 3 اگر داشتیم، من همینجا حتی دنبال شورت میگشتم. ولی خب دوشنبه است، بذار ببینیم مارکت چی کار میکنه، این لگ اولش رو چی جوری میسازه، میاد پایین دوباره یه هوک دوم میده به ما یا نه. اگر هوک دوم داد که من لانگ میگیرم تا اون بالا. اینجا هم آخه الگو داریم F1 F2 F3 تا یا این هم که ریسک فریمون خورد. اینجا تو ویدیوهای قبلی توضیح دادم. F1 آره این F2 یا این همونه که معلوم نشد آخر F2 یا نه. مثلا ببینم این همونیه که معلوم نشد F2 یا نه. این توی CMC F2 نبود، بالاش نخورده بود. ولی خب اینجا F2 داریم. حالا باید ببینیم ریاکشنش چیه دیگه. بریم یه سر چیزای دیگر رو هم ببینیم. به 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 آقای طلا. به 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 به. حالا شاید هم خانم طلا، نمیدونم. نورمالی وقتی که حالت عادی اینجا 1 2 و 3 میده، ما باید خارج بشیم. و آره منطقیه. چرا این بالا گذاشتم؟ چون این آخرین بایرز رو اینجا گرفتم. البته اینجا هم یه بایرزی هست. اینجا دقیقاً اینجا هم یه بایرزی هست، ولی خب به نظرم همینجا اصلا کفایت ریوارد 5 داده، خوبه. ولی خب بالای اینم جالب میتونه باشه. اما 1 2 3 داریم. سر 1 2 3 هم خب معمولاً یک اصلاحی میده، مگر اینکه این شده باشه F1 این بخواد بره F2 بسازه بعدش بره F3 بسازه. البته این 15 دقیقه است، احتمالاً تو تایم پایین تر یه همچین حرکتی زده. بذار این نگاه بندازیم بهش. F1 آیا این بگیریم F1 این F2 یا حتی بعضا از اینجا شروع میکنن F2 رو. F2 و خب اینم F3 آره به نظرم جای خوبیه برای خروج. همینجا من خارج میشم. پوزیشن با ریوارد 5.5 بود فکر کنم. همینجا کفایت مذاکرات. اینم واقعیت الگوی خاصی نمیبینم توش. در این F3 شاید خوابم بیاد. این از این. اینجا پس خروج میکنیم از پوزیشن. بذار این خط سبز رو من میذارم اینجا خروج از پوزیشن. اینم تارگت اولیه مو. حالا میذارم باشه ببینم از همینجا میریزه یا نه. ولی خب کلا پوزیشن بسته شد. نه اجازه بدی این کارو بکنم. اینو میذارم اینجا، اینو اینجا میذارم که آره منطقی تره. خب به نظرم بالاتر جا داره بره و این اگر بره بالاتر داو جونز میریزه تا یک جایی که این به تارگتش میرسه. پس به نظرم حدسم درست بود. داو جونز بیاد اینجا یه هوک دوم بسازه، بعدش اینو لانگ میگیریم انشالله خدا بخواد. اینو نمادین میذارم، اینو پوزیشن نکاشتم، همینجوری نمادین میذارمش و وقتی برسه به اونجا هم استاپشو کوچیک‌تر میذارم هم که تارگت بهتری باز خودم تعیین میکنم. ولی خب این باید بیاد اول زیر این 1 و 2 15 دقیقه رو که زد
من دنبال الگو میگردم در اینجا که لانگ کنم داو جونز رو. ببینیم چی میشه. یورو یو اس دی 15 دقیقه الگوی شبیه طلا داره میسازه. ببینید طلا اینجوری کرده بود، اینو 1 2 3 کرده بود، این 1 و 2 کرده و هوکای منفی ساخته. اینم به نظر میرسه که 1 و 2 و 3 کنه و نمیدونم شاید بریزه شاید نریزه. پوند یه حال اساسی بهمون داد. پوند رو هم بذار همینجا کفایت مذاکرات ریوارد 21 و نیم، ریوارد 21 و نیم همینجایی که هست. خدا بده برکت. بالای این هم زد، بالای این 1 و 2 رو هم زد و اگر بریزه طبیعیه. آقا چه اول هفته ای، البته اینا واسه آخر هفته قبله، ولی تارگت اولیه‌مو میذارم اینجا بود. بذار با خط سبز مشخصش کنم چون بالای F2. اگر که این در ریختنش الگو ببینم در تایم پایین، یه اینجوری F1 F2 F3 ببینم یا یه اینجوری این همونه فقط تایمش فرق داره، یه همچین چیزی ببینم دوباره لانگ میکنم هر جا تکمیل بشه تا زمانی که برسیم به این خط سبز که F2 مون هست، یا تا زمانی که الگو تکمیل بشه. این هم میتونه F1 بشه در 15 دقیقه و بعدش بیاد F2 بسازه و بعدش F3 بسازه. میتونه همچین حرکتی بزنه، میتونه هم نزنه، میتونم بریزه. باید الگو رو دید. بسیار خوب دوستان جان، روز خوبی داشته باشید، هفته پرسودی داشته باشید و خدا نگهدار.